سلام رفقای خوب دهم، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من میلاد ابراهیمی هستم و قراره که انشالله خط به خط ریاضی دهم رو با هم از این جلسه شروع کنیم. درس اول در مورد مجموعه‌های متناهی و نامتناهی هستش بچه‌ها. اول اینکه مجموعه چیه؟ مجموعه بچه‌ها به دسته‌ای یا گروهی از اشیاء مشخص و متمایز یعنی تفاوت دارن اعضا با هم دیگه. ما نمیتونیم دو تا عضو شبیه هم رو دو تا عضو عینن یعنی دو عضو عینن رو در یک مجموعه داشته باشیم و بگیم در واقع دو عضو. خیر، یک عضو در واقع حساب میشه که در واقع این متمایز بودن رو بیان میکنه و باید مشخص و واضح باشه اون عضو ما. خب ما یه سری مجموعه داریم. حالا اینجا در مورد مجموعه اعداد در واقع صحبت کرده. مجموعه های اعداد نوشته در واقع در موردش این که انسان در طول تاریخ بر حسب نیاز خود از مجموعه مختلف اعداد استفاده کرده است. برخی از این مجموعه ها که در سالهای قبل با آنها آشنا شدیم به شرح زیرند. خب ببینید دوستان، در دوره اول دبیرستان با یه سری از مجموعه ها در واقع آشنا شدید. مثلا از مجموعه اعداد یکیشون بوده. شما از یه سری از مجموعه اعدادی که باشون آشنا شدین در واقع اینجا برای شما آورده و من میگم مرور میکنیم. مجموع اعداد طبیعی گفتیم از عدد یک شروع میشه و میره تا بی نهایت، 1 2 3 4 تا الی بی نهایت. و مجموع اعداد حسابی صفر رو داره و با مجموع اعداد طبیعی مجموع اعداد صحیح بهش منفی ها هم اضافه میشن، به گویا در واقع کسری ها هم اضافه میشن. ببینید بچه ها، مجموع اعداد گویا به چه صورته؟ Q مساوی MNO به طوری که M و N عضوی از Z باشن و این مخالف صفر باشه که مخرج ما رو صفر نکنه. میگه آقا M و N عضوی از Z باشه و N ما مخالف صفر باشه، بهش میگیم اعداد گویا. اعدادی که بتوان آنها را به صورت یک کسر نوشت که صورت و مخرج آن به صورت اعداد صحیح باشند و در واقع مخرج آن صفر نشود. حالا مجموع اعداد گنگ چیه؟ مجموع اعدادی که نتونیم اونا رو به صورت گویا بنویسیم، نتونیم به صورت یک کسری بنویسیم که صورت و مخرجش اعداد صحیح باشه و مخرجش صفر نشه، یعنی نتونیم به صورت یک کسر بنویسیم. پس مجموع اعداد گویا یعنی نتونیم اونها رو به صورت یک کسر بنویسیم. حالا بچه ها، مجموع اعداد حقیقی R مساوی با Q اجتماع Q پریم. ما هر آنچه که اعداد داریم اگه همه رو جمع کنیم مجموع اعداد حقیقی رو در واقع به ما میده، همشون میشه مجموع اعداد حقیقی. همانطور که ملاحظه میشود رابطه زیر مجموع بودن بین این مجموعه ها به این شکله: اعداد طبیعی زیر مجموعه است از اعداد حسابی، اعداد حسابی زیر مجموعه است از اعداد صحیح و اعداد صحیح زیر مجموعه است از اعداد گویا و اعداد گویا زیر مجموعه از اعداد حقیقی هستند. به عبارت دیگر تمام مجموع اعدادی که تاکنون با آنها آشنا شدیم گفتیم چیه؟ یه زیر مجموعه از اعداد حقیقیه. در نتیجه
هر عدد دلخواهی را که در نظر بگیریم باید جایی روی محور عدد حقیقی داشته باشد و همچنین هر نقطه روی این محور نشان دهنده یک عدد حقیقی مشخص است. حالا بچه‌ها اومده یک کار در کلاس رو برای شما آورده و ما این کار در کلاس رو با هم حل می‌کنیم. خب الف، مجموع آرمن‌های کیو چه نام دارد؟ بچه‌ها اگه اعداد گویا رو از اعداد حقیقی برداریم کم کنیم اعداد گنگ میمونه که اعداد گنگ رو گفتیم با کیو پریم نمایش میدیم. میگه آن را روی شکل مقابل آشور بزنید. خب ببینید بچه‌ها گفتیم n اعداد طبیعی زیر مجموعه است از اعداد صحیح و اعداد صحیح زیر مجموعه است از اعداد گویا و اعدادی که گویا نباشد رو بهش میگیم گنگ. در واقع متمم اعداد گویا هستش و این جایی که ما الان داریم آشور میزنیم در واقع نشان دهنده اعداد گنگ هستن که گویا نیستن. جاهایی که با قرمز هاشور خورده میگه دو عضو دلخواه از آن را در ناحیه هاشور خورده بنویسید. دو عضو دلخواه بچه ها مثلا پی رادیکال دو پی رادیکال 2 رادیکال 5 رادیکال 7 اینا اعداد گنگ هستند. گفته دو عدد گویا مثال بزنید که عدد صحیح نباشند. مثلا اونا رو بتونیم به صورت یک کسر بنویسیم ولی حاصل اون کسری عدد صحیح نشه. مثلا 1/2 1/3 اینا اعداد گویایی هستند که عدد صحیح نیستند. آنها را روی شکل مقابل در محل مناسب بنویسید. نوشتیم. اعداد زیر را روی شکل و در محل مناسب بنویسید. خب میایم از اون زیر مجموعه ترین که n هستش ما شروع میکنیم. ببینید مجموعه n اعداد طبیعی. خب ببینید آیا ما اینجا مجموعه عدد طبیعی میبینیم؟ 200 رو میبینم بله و دیگه منفی 200 رو میبینم بله و توی اعداد صحیح من چیا رو میبینم؟ 0 رو میبینم بله که عضو اعداد حسابی و صحیح هستش و منفی 9. خب بچه 0 گفتیم 200 گفتیم منفی 9 رو هم گفتیم. عضو کیو باشه منفی 25/3 دارم اینجا میبینم 2/6 دارم میبینم و دیگه چی و عضو گویا باشن. عضو گویا حالا من بچه ها چون جاها شور خورده میام در واقع اینجا می نویسم این اعداد رو. رادیکال 17 بالفرض P2 2 رادیکال 5. خب همه رو گفتیم دیگه بچه درسته. خب بریم ده مجموع اعداد صحیح غیر حسابی را با نمایش اعضا بنویسید. مجموع اعداد صحیح غیر حسابی یعنی چی؟ یعنی عدد صحیح هایی که منفی هستند. Z منهای W شامل چی هست بچه ها؟ -1 -2 -3 و غیره. خب مجموع W منهای چند عضو دارد؟ اگه اعداد طبیعی رو از اعداد حسابی برداریم کم کنیم خب یه دونه فقط عضو میمونه و اون هم عضو در واقع عدد 0 هستش که 1 عضو میشه. گفتیم اعداد طبیعی بچه ها
1 و 2 و 3 و غیره هستش. مجموع اعداد حسابی 0 و 1 و 2 و 3 و غیره در واقع هستش. اعداد طبیعی رو در واقع بخوایم از اعداد حسابی کم کنیم، یک عضو میمونه که همون چیه؟ عضو 0 هستش.